پارت اول تغییرات اتاق خوش اومدین. و امروز که حدوداً اولین چیزی که سفارش دادم، بعدن تو پارت های بعدی که دارم رنگ میکنم و اولین چیزی که سفارش داده بودم امروز رسید. بعد از 2 هفته تموم 2 هفته فاکینگ منتظر این بوندم که به دستم برسه. چیزی نیست جز نئون، چون میخوام یه سمت اتاقم کلا رنگ توسی بزنم، یه سمت که نه 3 سمتشو میخوام سفید بزنم، یه سمت میخوام توسی و روی توسی اینو میخوام بزنم. و الان چون تازه از سرکارم خیلی قسم و میخوام اینو سریع آنباکسش رو بکنم، آنباکسینگش رو انجام بدم و برم بعد برای دوباره برم سرکار و ادامه کارهای دیگه. پس اینو بریم باز کنیم. چه جالب. اینه 5 متری سفارش داده بودم من، 1,350,000 فاکینگ تومن. همین صدا داره مثلا، همین 1,400,000 1,350,000 واقعا. و بعد من نمیتونم استفاده کنم چون چیز ندارم. اتاقم رنگ نیست و استفاده کنم به فکره. ولی ریموتش کو؟ این آداپتورشه، ریموتش. چون من تک رنگ نگرفتم، مولتی کالر گرفتم، 12 رنگه. اینم که چسب 2 طرفشه، یعنی که به دیوار بچسبونم. اینم که سریع آداپتورشه، سیمسی 2 چاک. اوه چه سنگینه. نه خراب نشه. چرا روی روکشش سفیده؟ مگه نباید بیرنگ باشه، رنگاش معلوم باشه؟ بزنیم بازش کنیم. روکشش که نه، این یکی از آداپتورشه. اینو الان اینو باید بزنم به این زدم و اینم باز کنیم. این بس میشه به دورا، به پریز و جی اوه مای گاد. خب دوستان گل گلاب، اینجا دیگه من اینو دیدم پرچم بیخچی شد کنه اووردوز کنه. به علت فکر کنم یه 10-15 ثانیه کنه حرفم هم توی دهنم هم بازه، نمیدونم چرا دهنم هم باز مونده و کلا اینجوری موندم نگاه کردم تا این رنگا تو ذهنم بشینه، انگار شدم یاد میگیرم. بمون از اینجا بهتون نشون بدم چقدر رنگش به هم میخوره. به هم نخور. و این تیکه ولاگ تموم شد. فاکینگ 5 متره، 5 متر باید رو این دیوار بذارم. فرش چه حالی میده. اوه الان سفید شد خیلی. های ولی احساس میکنم نورش کمه. اوه قرمزش خیلی نارنجی، زرد سبز، فسفوری، یه خورده سبز، آبی فیروزه‌ای، آبی فیروزه‌ای، سبز، آبی بایپان.
بنفش ملو، بنفش ملوتر، یه خورده ملوتر، صورت بنفش، صورت بنفش، صورتی. پس مرسی تا اینجا نگاه کردی. خب سلام، به پارت اول تغییرات اتاق خوش اومدید. میخوام اگه ویدیوی قبلی که نمیدونم شاید این ویدیو با اون ویدیو یکی باشه کنم قراقاتیه و مبنا برای این شما حس کنید این پارت اوله، چون یه پارت دیگه هم گرفتم ولی هیچ کاری نکردم، هنوز ادیتش هم ندادم. اوکی که دقت نکنید در حال حاضر، چون من اگه اینستای منو دنبال کنید که اینجا میذارم میدونید که پایین اتاقمون، اتاق کنار راهروی خونه‌مون داشتم بتونه کاری میکرد و بتونه که درست کردم اینقدر اضافه اومد و این بتونه الان چون این ور اتاق کلا کمد و پر و اینجور چیزای تخت هست، من فقط میتونم اون سم دیگه اتاق خودم رو درست کنم، یعنی نصف خواهرم نصف خودم، سمت خودم میخوام درست کنم و اون ور باید بتونه کاری کنم. همین الان روز جمعه، پس بریم سراغ بتون کنی. اول باید اتاق خالی کنم، اول باید اتاق جمع و جور بکنم. این مثل شما مثلا این پسر اول ازم شلوار نمیپوشیم، ولی ما شلوار نمیپوشیم، باید جمع کنم اینا رو. اینجا هم دیگه وسایل رو کم کم در وجود میگم که اینجا هم دیگه الان براتون میرسه بین عشق و لبخند، لیلا چشاتو دیدم و من دل از همه دنیا دلم کن. خب اینجا براتون یه دهن خوندم. من باید این برچسب‌های نازنین رو بکنم و بتونه بزنم به یاری های عشقم که رو باید بگرم. تانجیر رو میگم بارو بخواه تانجیر رو ما چوشی میتسوری کاری نزوکو. خب دوباره الان دیگه صدا تمیزه و خیلی نور اینجا بهتر. با این برنامه میگیرم، با برنامه دوربین عادی میگیرم دیدین که شده و الان این برنامه سوم شخص دوربینه که صدا از این داره میاد. این خیلی خوبه که صدا با این میاد، چون الان میکروفون هیچی ندارم، وارد جزئیات نمیشیم، کلا هیچی ندارم، بخاطر همین باید جاویچ کنم با اینو این برنامه و یس. خب این در نظر تخت ناکن دنس میره، اون دنس میره، این دنس میره و شوره بتونه کاری. کارتکام این کارتکه برای دیوار، ولی فکر کنم با این آهنیه خیلی راحت‌تر به اون یه تست کنیم. این کلمه تز من برای شوخی گفتم وگرنه همون تسته، هرچند یه طورم بگیم تز هم میشه ولی مورد جزئیات نمیشه. این میخا میخ صدای کوه subscribe چون اینجای ویدیو من آهنگ گذاشته بودم و نمیتونستم برای زایه نمیتونستم آهنگاشو بزنم و حال ندارم برام آهنگ بدون کپی رایت پیدا کنم. بعد اینجا داشتم میخار میکردم، بعد رو پام داشتم تست میکردم. بتونه کاری کنم بهتره. پیمانه بتونه من اینم واقعا دستم خیلی ریده شد. ما به تو قول میدم تو هیچ گویی نمیشی. این رو شروع کنم. نرین بتونه اینجا اول کاش که میتونم تایم لپس بگیرم چون حافظه میشیم پر میشه. در حاضر آهنگ برشو زدم میدونم بعدی رو فکر کنم این اینجا بطوره شده و
الان کلا بتون کاری رو تموم کردم، یه سمتو و یه نیم سمتو که میشه 1/3 اتاقو تموم کردم. بتون کاری شد دستام یک طوره شستم که بعد باید بمونم خوشه که میخوره به فردا که از سر کار اومدم اگه حالشو داشتم سنباده بزنم و دوباره 1/3 اتاقو پرایمر بزنم، بزنم روش رنگ بزنم و رنگ بشه 1/3 اتاق.